این است که خیام میگوید فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. کدام کفر و دین؟ این کفر و دین با این دین دومی فرق دارد. چنین دینی که این مفهوم در فرهنگ ایران است، چنین دینی به کلی فارغ و آزاد و بری از ایمان این دین یا آن شریعت یا این ایدئولوژی یا آن آموزه است. مسئله ایمان در اینجا طرح نیست. دین خودش یک نیروی زایش و زاینده و آفریننده است، احتیاج به ایمان ندارد. این اصل زیبایی و موسیقی و شادی و دوستی نهفته در خود هر انسان است، معشوقه و محبوبه اوست و او همیشه آن را هم در خود هم در دیگران هم در پدیده ها می جوید، چون این اصل زیبایی است و این اصل زیبایی همه این پدیده های از همه این پدیده های زیبایی یک خوشه می سازد، یک مجموعه به هم پیوسته می سازد. این است که این خیلی نکته مهمی است. هر زیبایی در هر فردی به این زیبایی کلی، به این اصل زیبایی پیوند دارد. این دین، اصل این دین که خیام در پایان ذکر میکنم، اصل زیبایی و مهر و موسیقی و شادی و جوانمردی هست که در همه نیز هست. یعنی همه جهان، در همه گیتی را در همه این هست و همه به هم پیوسته است. این است که هر بینشی، هر شادی، هر مهری که در یکی جنبید در کل پدیدار می شود. این رابطه فرد با کل است. هر انسانی مستقیما به اصل و کل و سرچشمه پیوسته است. اصل همه زیبایی ها و بزرگی ها پیوسته به هم است، با اینکه در هر فردی هست، در هر فردی ولی اصل هست، یعنی در هر فردی کل هست. این یکی از مهمترین بینش هایی است که فرهنگ ایران داشته است. این کل در فرد بودن، پنهان بودن، نهفته بودن، گنج بودن. این است که مثلا حافظ میگوید که حافظ چون مستانه سازد سرود، ز چرخش دهد زهره آواز رود. پوری با سرودی فرد، زهره، خرم که اصل زیبایی است، پوری با آواز و صدا در میاد، پاسخ میدهد. یا در جای دیگر میگوید در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا رو. هر بلافاصله پیوستگی با کل، با زهره، با خرم دارد، با کل شادی. ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. این در همه شعرا این رابطه فرد با کل، این رابطه شادی، زیبایی، نیکی، بزرگی، رادی در فرد با کل همین رابطه را دارد. یا مولوی میگوید من طربم، طرب منم. اینجا فرد است، این شادی یه فردی است. برای چی؟ زهره زند نوای من، من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من. عشق میان عاشقان شیوه کند برای من. مقصود از آوردن این عبارت ها این بود که ما پیوند
این فرد با کل را در ادبیات خود ما با تابیده میبینیم. زهره که در اصلش زوهره بوده است، زوه یعنی فرزند، هره یعنی نای، که این بعدش هرون شده است که به روم کشورهای زرخدایی رو هروم میگفتن. زوهره یعنی فرزند نای، فرزند نایبه یعنی فرزند سیمرغ. سیمرغ در اوستا ساینا مورو نامیده می شود. مورو یعنی مرغ. ساینا یعنی 3 تا نی. 3 تا نی با هم دیگر این رابطه عشقی می شود 1 نی. ساینا مورو یعنی مرغ نی، یعنی مرغی که اصل موسیقی، اصل آواز هست. خدای ایران اصل موسیقی است. بزرگترین تجربه ایرانی از خدا موسیقایی بودن خدا بوده است. انسان خدا را در موسیقی تجربه می کند. برای این خاطر است که موسیقی یک تجربه دینی است، تجربه خدایی است در فرهنگ ایران. اساساً نی اصل عشق شمرده می شود، چون همیشه هر نی از 2 بخش هست فراهم شده است که یک گره در وسطش هست که اسمای مختلف دارد، از جمله قاف و قاف. اینگیری که کوه قاف میگویند این پیوند 2 بخش نی است. این اصل عشق است، 2 چیز رو با هم یک چیز میکنند. اینی که گفته می شود در کوه قاف، قاف مقصود این گره است و اسم دیگر این گره پیخ است که شده از بیخ. بیخ هر چیزی اصل عشق است. حالا 2 بخش نی در میانش یک گره است که اون 2 بخش رو به هم میپیوندند. حالا این است که ساینا یعنی نای، سیمرغ مرغ نای است. حالا من به طور مختصر مرغ را، این مرغ تلفظ اینی که به زم تلفظ میکنیم مرغ میگوییم، این در اصلش مرغه بوده است که مرغ باشد. یعنی چی؟ یعنی اصل همیشه از نو زاییده شدن، همیشه از نو سرسبز و تازه شدن. این رو میگفتن فرشگر، همیشه چیزی که تازه میشود. سیمرغ با موسیقیش، با نوایش همه چیز را از نو سبز و تازه و خرم و شاد میکرد. این مفهوم سیمرغ است. حالا رابطه شاه پریان با خرم، این 2 خدای ایران که ما صحبتش رو میکنیم، یا رابطه مشتری با زهره، سیمرغ با زهره، یک رابطه جفتی است. این دختر و مادر یا امثال اینها کوشش است برای یک پدیده خیلی پیچیده‌ای که در تصاویر مختلف سعی می شود این مفهوم ارائه داده بشود. ولی این اساساً رابطه جفتی جداناپذیر 2 پدیده با هم است. رابطه نی با بادی که از آن بیرون می آید. این رو وای می گفتن. این وای یعنی باد. نایبه وایبه. یا اینی که نی با شیرابش، که اینجا عملاً بعدش به جای این شیرابه، چون که این کل شیرابه های همه گیاهان را می گرفتند، باده و اونها می نشسته است. باده دختر انگور است. یکی سیمرغ است، یکی خرم است. اینها چنین رابطه‌ای با هم داشتن. اینها با هم نایبه و وایه هستند. خدایان ایران، این 2 خدای ایران، این رابطه نایبه و وایبه با هم داشتن.
این بود که یکی از نامهای خرم رامنی چی بود؟ نایبه بود. درست ما در واژه نوا این جفتی رو، مفهوم جفتی رو داریم، چون که نوا نیواک بوده است. نی یعنی نی، واک یعنی آهنگ و صدا، نایبه وایبه. در نوا خرم و سیمرغ با هم جفتن. خوشنوایی، خوشنوا بیان چی هست؟ بیان پیوند این دو خدای بزرگ ایرانن که هیچگاه از هم جدا شدنی نیستن. اینها به قول امروز ما دو رویه یک سکه هستن. یکی آهنگ، دیگری است و دیگری نی است. یکی موسیقی است و دیگری ابزار موسیقی. یکی جام است، یکی باده درون این جام است. در ادبیات ایران دیده می شود که زهره همه آلات موسیقی را می نوازد. در اینجا چنگ، در اونجا بربط، در اونجا نی، در اینها معنیش این است که خدای موسیقی است. موسیقی عبارت از ابزار موسیقی و آهنگ است و نواست. نوا در نوا این دوتا با همه. نوا انبازی شاه پریان و خرم یا بیدق یادین است. زیبایی سیمرغ شاه پریان خرم است. اینا خیلی خرم باران است، ابر سیمرغ است. خوب دیده می شود این پیوند غیر قابل عبارت بندی در یک تصویر است. باید تصاویر مختلف رو در ذهن داشت که این ویژگی این خدایان ایران رو فهمید. در نوا هم نایبه هست هم وایبه، ولی در نایبه وایبه ناپیداست. اون باد شیرابه در نی ناپیداست، باید در آورد. حالا تا اینجا من میگذارم، برمیگردیم با اون بحث اولیه‌مون که راجع به دین خیام بود که گفتیم فارغ از ایمان و اعتقاد به این دین و اون آموزه، به این شریعت و اون ایدئولوژی است که اینها خود را ادیان و عقاید مینامند. به عبارت دیگر اصل زاینده یه زیبایی و بزرگی و نیکی و بینش و شادی و موسیقی در هر فردی هست، ولی ناپیدا و پنهان یا به عبارت کهن گنج است، طلسم است و باید آن را جست و پژوهید. اینجا برآیند دیگر فرهنگ ایران پدیدار می شود که دین که اصل زیبایی، اصل بزرگی در هر فردی هست، جستنی است. دین جستنی است. دین چیزی نیست که من از کسی بیاموزم، کسی تخصص داشته باشد به من یاد بدهد. چنین چیزی دین نیست. این دین ایرانی نیست، این به فرهنگ ایران. این است که مولوی میگوید تا در دل من صورت آن رشک پریست، دلشاد چو من در همه عالم کیست. تا در دل من صورت آن رشک پرید، دلشاد چو من در همه عالم کیست. در همه عالم کیست. والله که به جز شاد نمیتوانم زیست. والله که به جز شاد نمیدانم زیست. غم میشنوم ولی نمیدانم چیست. غم میشنوم ولی نمیدانم چیست. این فرهنگ ایران است. غم فقط این شادی زاینده را میپوشاند، تاریک میسازد،
ولی هیچگاه دسترسی به اون شادی که گوهر انسان است نمی‌یابد. همه چیزها فساد، تباهی، همه چیزها این در این پوسته میماند. بزرگی، رادی، بینش، اون اصل غیر قابل دسترسی هست. این است که وجود این اصل زاینده شادی است که در هر فردی هست و جستجوی این اصل شادی و زیبایی و دوستی و نیکی و بزرگی و رادی در خود و در گوهر هر چیزی دین هر انسانی هست. این است که دین معنای خود را دارد.